ترکیه هر یک شهرش قریب فقط جاهای بهترین برای گشتن داره. من فقط میگم ده ترکیه برای خوندن، برای کار کردن، برای تجارت او قواعد دغری نمیگیره ده. پیش مثال مردم می اومدن ایجاد اکثرای می اومدن فتح می اومدن باشم دیگه مرتر میرفتن. باز هم آدمای مکدگی هستی نه که وجود کم شیدگی ده. برای چی؟ برای که برای ترک قیمت حساب میخره دیگه. انا برای تجارت نمیشه و مکتباش وجود استودنتایی که در اینجا زندگی میکنن پدر سم در کارشون برای اقامتشون داره، هروشون برای خورد و خوراکشون برای جای زندگیشون دیگه در بسیار دولت‌های دنیا میگم قسم راست خود نمیکنه برای زندگی و برای خورد و خوراک. یا آدمی اولوی پاید و قرض خود کنه در دولت دیگه باشه نه که در ترکیه استودنتی را راست خود میکنه ده. انا سیمش مثال برای کار اینجا اولیکش هم دیگه اولیک بلند نداره ده. مینیمال اولیک بگم $600 قریب خود تمامش میکنی. تو یگان بچه یوش نباشه که گدایی وری کار کنیم. انا وقت دیگه شاید برسته دو جورم کار میکنه. مثال در یک کافه کار میکنه مرد کمش قد 12 ساعت کار میکنه. بعد در دور همون کافه خو میره بچه یوشای زن نداره، کودک نداره، کوارتیر نگرفته. انا وقت دیگه خونش سمرای کرده میتونه.